آدمی تاب و تبی در خاک مظهری در گنبدی افلاک جسم جان را جوهری ادراک آدمی را فطرتی بپاک نیست اصل و مرگ نابود ما در فنای ما بود موجود ما. صدای متندن و گوار و ذوق و سلیقه خاصش بر فراز این کواندیار مژده نژاد حکمت بزرگ فارسی و شور و شفق تاجیکی میرسانید و هنوز هم میرساند. آواز شیرین و مرغله‌دار و ترانه‌های دلنشین او در قلب مخلصان همانا جوش میزند. هنرمند مردمی تاجیکستان ظفر ناظم زیاد از 50 سال در صحنه هنری تاجیک سرود خواند و بیهوده نیست که او را یکی از شاهستان‌های کاخ محتشم صنعت ملی مردم تاجیک عنوان می‌کنند. هنرمند هیچگاه از پی شهرت یافتن تلاش نمی‌کرد، بلکه استعداد ناتکرارش به او شهرت بخشید و توانست در عمر پربرکت خویش رسالت یک هنرمند اصیل را اجرا کند. از این رو نام او در تاریخ صنعت تاجیک عصرهای عصر زنده می‌ماند. صدایش ناتکرار است. خب هنرش ناتکرار است، مکتبش ناتکرار است. بزرگی ظفر ناظم در آن است که مثل استاد اکاشریف جورکی بهترین چهره های ملت را روی صحنه آورد، یعنی که شاگردانی را روی صحنه تربیت کرد که محبوبیت پیدا کردند. خود به خود یک عجایب بودن این کس که همین پیش وقت جغکچه میگفتن از کنسر وای حولو میسوختن دویم جغکچه روز کرده غیش غیش کرده میگشت. مادرم میومد میخندید میگفت که با فکرم همین عقد تو ارتیست میشود ده همین نان همین مورا میخورن گفته میخندیدن. دروغگو رو بد میدیدن، خودشان همین روی راست گم میزدن. یکون گناهتان باشد یکون کمدیتان باشد همین راست روتون میگفتن که همین کمدی داری همین کار رو نکن گفته گم میزدن. البته ما تربیه استادی گرفتیم همچون پدر و برای من برای صنعتی من بسیار خدمتی بزرگ کردگیان. کسی که به وی تقلید کرد و مکتبش آموخت خطاگی نکرد. فقط سرود خواندم، عشق من هم سرود بود، هستی هم سرود بود، زندگی هم بخوانده بودم. همین غزل سرود بود که من صحنه بودم. هنرمندی سرشار از مهر و محبت بود، در وفاداری، در دوستی، در رفاقت، در جوانمردی ناتکرار بود. ظفر ناظم 2 یونیو سال 1940 در دهه هایت ناحیه رشت در خانواده یک ساکن عادی ناظم قاسم به دنیا آمده. تقدیر او را در 3 سالگی از مهر و محبت پدر محروم کرده بود. مادرش ولامت موسوی و خادم حزبی و دولتی بود. کودکی ظفر زیر سایه مادری تنها سپری شد. گرچند آن دوره خیلی مشکل بود، مادر به هیچ دشواری ها نگاه نکرده همیشه به فرزندانش که 8 نفر بودند تعلیم و تربیت خوب میداد. زمین لرزه پردهشت سال 1949 که ظفر همگی 10 سال داشت، رشته 6 فرزندی مادری سراینده را کنده کرد و از این خانواده تنها 3 نفر مادر، ظفر و خواهرش رفاعت باقی میماند. 43,000 اهالی تخمین 20 چند دادیم، 18,000ش تگ خاک ماندگیش برآمدن رایان ناحیه ها تقسیم شدن. من همین شهر آمدم. ما بغیر از من و خواهرم مادرم یگان اولاد یگان تیم زنده نمانده که بعد سال 51 مادرش با دستور حکومت جمهوری هم وقتی سوسیالیستی تاجیکستان به ناحیه ورزاب میاد و معاون رئیس ناحیه ورزاب انتخاب میگردد و در همین ناحیه ورزاب یک کینوتئاتر بود و در قفای همین کینوتئاتر یک منزل به اجاره میگیرد و ظفر خردسال در همین مکتب ورزاب فعالیت خود را پیش میبرد و سال 1956 یک از نظرگذرانی دسته های هنری خوانندگان و مکتبچه ها برگزار میگردد که من هم در یاد دارم در اون سالهایی که ما در مکتب تحصیل میکردیم در زمان شوروی همین چیزها کروشاک های خود فعالیتی بودن که رفته در ناحیه ها مکتب ها برآمد میکردن. همصنفی خاله من است اکی ظفر. در همین میگو که در اینترنتی
варзоб ва аз мо 1-2 сол хурдтар буду ҳамун не ки якҷоя мехондем бисёр бачаи хушрӯ буд мегӯям сермӯям хел вай ҳамунҷадам суруд мехонд ҳамун майдакиҷдам суруд мехонд овозаш нағз буд ба худамонам хоҳиш мекардем мегуфтем зафарҷонам барои мо ба мехонд унҷода мехонд баъд гуфт хай ино баъд мактаба хониш ба итмом мерасад рӯзе аз рӯзҳо рафтагӣ баъд мегӯяд дар ҳамун калонтар шудем холам мега вай фарзанддор шудем шавар баъд дар кӯчаҳо баъзан медидем ёру рафиқош гирд мекардану вай суруд мехонд аввалин сурудое ки устод Зафар Нозим мехонад ин духтари ҳоид буд ҳамсоя бошам сурудош буд ва ногуфта намонад ки дар тарбияи устод Зафар Нозим хуб яке аз тағояаш Мудин Баҳриддинов ки ном дошт ки ҳунарманди халқӣ буд ва таъби шоирӣ дошт яъне ки як ду шеъре ки вай навишта буд то имрӯзам садо медиҳад яъне ки оҳуи аз кӯсор ва е ҷураи дуторӣ то ҳунарманд то ҳамун шеъра аз ёд накунаду маънои ҳамун сухана надонад ҳеҷ гоҳ вай ба дар худаш ҳазм накунад ҳамун маънои шеъра ба вай на оҳанг баста метавонад на ба мардум ҳамуна дуруст пешниҳод карда метавонад зафар шухуд бебок ба воя мерасад дӯстдори санъат ва мухлиси ҳунарманди индустон Раҷ Капур буд зеро он замон филми Оворагар ва суруди Оворааш хеле маъруфият дошт ва ҳар кас худро қаҳрамони ин филмҳо тасаввур мекарданд зафар низ аз зумраи онҳо буд ки дар 17-солагӣ бо суруди Овора дар олимпиадаи ҷумҳуриявии мактабачагон соҳиби диплом гардид шӯҳрати ҳунарманд ҳанӯз аз ҷавонӣ бисёр фарогир буд консертҳояш бо толори пур аз мухлисон доир мешуд ва ҳангомадор низ буд дар ҳамин чорабиние ки аз ноҳияи варзо ва аксарияти ноҳияи тобеи марказ дар ҳамин театри тобистона баргузор мегардад соли 1956 хуб устод Зафар Нозим суруди Оворагарди Раҷ Капурро мехонад ва хеле маҳбубият пайдо мекунад хеле аз ҳамин ҷо сар карда яъне ки овозаи Зафар Нозим паҳн мегардад забони русӣ синфи да тамом кардаги ман برای که همین مکتب 10 مکتب 7 مکتب 11 و بگجه بود 4-5 مکتب ما خوندگی ما این مکتب ما نهایی کلگی چی نمیفهمم خیلی بسر بودیم به همین در این سین بودم وقتی درز اشولا بخوندیم داد میزیم خیلی خیلی وقت میگفت اگر مادرم بگویی بعد من توی اجازات میتیم لیکن یکم بار همین عمر من اون کس از من کلان سوال خودم هم سین سوالم رفته که یکم بار حیاتم به اکی من نه دست برداشت است نه وای کرده است فقط همین سیاست داشت هم فقط میترسان من که گفتی وایت عذابت من که مادرم رفت یکم وای نمیکرد با از یادش میبرم دیو میگفت که خیلی دیوم بار اکو آدم خیلی نمیشد هنرمندی که از جهتی معنویات از جهتی دانش از جهتی جوانمردی از جهتی آواز از جهتی انتخابی سرودها خیلی هم نمایان بود و در یک مدت کوتاه در تمام نواحی کشور یعنی در تمام منطقه های کشور آوازش پهن گردید. اگر از جهت صنعتی وای گیریم صنعتی کلاسیک گیریم اگر استاد ظفر ناظیموف چون بای محمد نیازوف چون عبدالله نظریوف اینا کلاسیکی تاجیک شده میمونن کلاسیکی صنعتی تاجیک اینا در صنعتی تاجیک یک مکتبی نو شدن استاد آدینه هاشیم
зафар нозим, бой мамад ниёзов, ҷӯрабек муродов, ино санъатшон барои яъне ки халқи тоҷик, барои ривоҷи санъати классикии халқи тоҷик як даври нав, як мактаби нав, як яъне ки дар классики тоҷик ино аз худ зам кард. ҳар як сурудашон барои шунаванда ид буд. шахсан яке аз мухлисони ашадитарини ҳамин устод манам ҳастам ва ҳар як баромадашонро бесаброна интизорӣ мекашидам. дар телевизион баромад мекарданд. баъд бисёр консертошон устод дар зелёни театр اونجا برآمد میکردن. یک دسته هنری بی‌نهایت با قوت بود و نه تنها استاد در برشان هنرمندای اصیل جمع میکردن. استاد قدم مشربوف، مستی بیگ پلایف، حسن بوروف، احمد جان محمدیف، سلامت شاه نظریف، شمقار آدینبیکوف، پسری استاد اکا شریف جورایف، مقیم جورایف، یوسر یک انسامبلی زبردست، نوازنده های بهترین. بعد در هر یک کنسرتی که اتشاتنی کنسرت میگفتن، از کنسرت مثال سرودهای نو، همین سرودهای نوش صدا میداد، مردم حال اونقدر شناس نیستند ولی قبول میکردند. کنگرس بین المللی موسیقی و سرود سال 64 برگزار میکردند و استاد اکا شریف جوره یک دسته را آماده میکند که در همین کنگرس بین المللی موسیقی و سرود در شهر تهران اشتراک میکنند. از جمله در آنجا خب برنو اسحاق بودند، حنیفه مولانا بودند، احمد باباقل بودند، خب استاد ظفر ناظم بودند، خب عبدالله نظری بودند، آدینه حاشم بودند، جورابک مراد بودند. قسم زیادی هنرمندان نامدار تاجیکستان در همین کنگرس بین المللی موسیقی و سرود شرکت میکنند و در برآمد استاد ظفر ناظم را خیلی هم شاهی همون وقتی ایران رضا پهلوی خیلی خوب قبول میکند. یعنی که بعد از انجام من همون کنسرتی که در تهران برگزار میگردد، خب از منبر کلان بسیار تحسینیت، بسیار من با ظفر ناظم خوانده میشود و در همینجا با ظفر ناظم تبرچه طلایی تقدیم کرده میشود. به مربی زیر گردم معتبر نتوان شده، به مربی زیر گردم معتبر نتوان شده. ماه نو را رفته رفته چند عالم گیر کرد. ماه نو را رفته رفته چند عالم گیر کرد. همین طریق ظفر ناظم سال 1958 به افتخار 1100 سالگی ابو عبدالله رودکی میان نمایندگان اهل علم و فرهنگ و هنری چندین کشورهای دنیا در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی با سرودی امروزنی فردا بیا برآمد کرد و این سرود طریق رادیو صدا داد و دایره مخلصانش وسیع و نام ظفر بیرون از محل در سراسر کشور محبوبیت پیدا کرد. خودی همان سال ظفر ناظم پس از ختم مکتب رقم 1 ناحیه ورزاب به دانشکده دولتی طب تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا داخل شد.
در اینجا هم به عضویت دسته هوسکاران شامل گردید و پیوسته در کنسرت‌های کلان وزارت فرهنگ دعوت می‌شد. صدای ظفر ناظم، آهنگ‌های ظفر ناظم هنرمندان افغان هم خواندند. مثال دختری هاید را یک چند هنرمندان افغانستان اجرا کردند که در شبکه‌های اجتماعی، یعنی که فیسبوک و تیک تاک و دیگر شبکه‌هایی که در چی هستند اینها صدا می‌دهند. این از آن شهادت می‌دهد که این هنرمند ناتکرار است. امسال که سال خودشناسی و هویت ملی اعلان شده است از جانب پیشوای معظم ملت محترم امام علیه الرحمن، یعنی که ما باید خودشناس باشیم، یعنی که گذشتگان خود را، یعنی که بزرگان خود را ما باید احیا کنیم. ریزم زم جام عشقم و دم که بشاید، ریزم زم جام عشقم و دم که بشاید، گر غیر تو در دیدم صبر شده باشد، گر غیر تو در دیدم صبر شده باشد. رفتیم پنجکند، رفتیم مسجد. از این سرودهای فرض کردیم که امروز چی میگوین وادی طرفشان میگوین، من گیج دل و من چیزایی که و امروز میخوانند جوان ها، همین زور آوردیم خواندیم. بعد مسجد رفتیم، از همون سرودهای مسجدی آوردیم. من فلکی مسجدی امروز میخوانند، در همه جا بسیار معروف است، اینا رو خواندیم. استاد بسیار من دستگیری میکردن برای پیشروی کاری صنعت خلقی، صنعت فولکلوری. ما با استاد ظفر ناظم بسیار نزدیک شدیم، مانند یک پدر و پسر گوییم، یا که مانند یک اکای دادر، یا که یک دوستی قرین همین که شدیم که استاد ظفر ناظم دیگر در یگان سفرشان به من نبود. کجا که میرفتم من همراهشان بودم. اگر در این یوتیوب اگر چند محفل ها رو با همراهی ظفر ناظم دیده باشید، من همه وقت در پهلوشان میشینوندم. خیلی وقتا فریاد میکرد، میدید که یگان آدمی کم بغلی لباسش بای جوابی میگفت و حساب نکرده سومکو پوری پول میشد. حساب نکرده هم که در بغلش میانداخت، پول میداد، کودکا را میداد. کودکا نکی نغز میدید، کودکا را دوست میداشت. رفتم با جستجویت در کوچه ها دویدم، رفتم با جستجویت در کوچه ها دویدم، هم جام چاک کرده هم پیرهن دریدم، هم جام چاک کرده هم پیرهن دریدم. همکنون شهرهای صنعت برای ظفر ناظم وسیع گشوده گردید و زمانی به دست آوردن شهرت و شهامت هنرنمایی‌اش هم فرا رسید. سال 1959 نام برده عضو هیئت ایجادی فیلارمونی دولتی تاجیکستان گردید و همراه هنرمندان اصیل چون اکا شریف جورایف، عبدالله نظریف، برات یخشیف، کریم رحیم، شمخور اودینبیکوف، حکومت شب بندی شایف و دیگران فعالیتش را دوام داد. هنرنمایی در بین دیگر حافظان کسبی مشرقان و آهنگسازان به او امکان داد که در اندک مدت اسلوب خاصی ایجادیش را یابد و با سرودهای جذابش در تمام شهر و نواحی مخلصان زیادی را پیدا نماید. همین طور هم شد. چشمان پر خمارد چون آهوی رمیده. انسامبل گنجینه تشکیل شد با راهبری استاد ظفر ناظموف، در تحت راهبری استاد ظفر ناظموف.
استاد ظفر ناظیموف من میگفتن که مراد بیگ این انسامبل ما انسامبل فولکلوری ما باید که همین فولکلوری وادی های مثال تاجیکستان باید زنده کنیم باید که همین برای فولکلوری وادی زرافشان تو بسیار موافق میبیایی برای انسامبل اگر بیایی کار کنی خیلی ما رخصت پرسیدیم از استاد جورابیک مرادوف با انسامبل ظفر ناظیموف گشتیم بعدی 10 سال با همین تینتی من همین آواز معقول است خوشم میآید و من دیگران هم گنده کردنی نیستم ما آوازخوان‌های دست زیاد داریم احمد باباقلوف هم معلمی من آوازخوانی ناتکرار بودن در ساحه خودشون نکی همچون همین دوستداری خلق این ظفر بوری جورابیک مرادوف دوست مراد علیف نیگینا راوپова عبدالله نظریف давлатман холов одина ҳошимов اینا دیگران انسامبل گنجینه وقتی تشکیل کردن اونجا 72 نفر کار با آمد اکثریتی همین به خاطر استاد ظفر ناظیم آمدن به حرمت ظفر ناظیم آمدن و ظفر ناظیموف همین را دستگیری میکردن هم رقاصه ها هم نوازنده ها هم سراینده ها و بهترین سراینده های و همین مطربای و رقاصه های و چیها در همون دوری همون راهبری استاد ظفر ناظیموف بودن یک سخن داشتن میگفتن که من در حیات زندگیم 2 بار فهمیدم که من ظفر ناظیم هستم بار اول در دوره راهبریت ترسون اولجابایف و در دوره استقلالیت در دوره جناب عالی امام علی رحمان من حس کردم که من ظفر ناظیم هستم یعنی که جناب عالی بسیار محبوبیت بسیار پذیرایش میکردن استاد ظفر ناظیم برای همین من هیچ از یاد نمیبرم همین سخناشون همین سخن همه وقت تکرار میکردن همین هیچ نباشد در یک ماه یک بار همین رفیقا را جمع میکردن در اینجا خانه یک نفر میشتیم آب ضیافت سرودخوانی خرسندی یک شبانه روز 2 شبانه روز همین خیلی میشتیم عزت حرمت در همونجا با یک نفر دیگر پیدا میشد میگفت که اکی ظفر این روزی این دفعه می آمدگی به خانه من یعنی که هر ماه رفیقا جمع می شدن دوستاشون 10-12 نفر جمع می شدن بعد بعضی وقت می گفتن که ظفر جون همین خودت نباشی ما جمع نمیشی ما تا سالهای 1994 در ناحیه رودکی زندگی میکردیم و پس از اون به اینجا کوچ بسته اومدیم و تا لحظه آخرانی پدرم در اینجا زندگی میکردیم. این جوان از سالی که ما به این خونه اومدیم این جوان رو پدرم مخصوص برای خودشون برای نگاه داشتن کتاب ها، عکس ها و مجله هایی که فقط به خود آنها دخل داشتن در این جوان ما تا حال این رو نگاه می‌داریم. این آلبوم های آخرانی پدرم میباشند که یک آلبوم های کنسرت و زادروزشون که در خونه جشن گرفته بودیم همون آلبوم ها میباشند. ای اهل دل ای اهل کشور آیا ای مردم آزاد ملبر سرادم حرف شکر رو به نیازی برادم شیوه از آریان پر
سرادم شکر شکر به نیازی درادم شرریز از آریان فر ای کشوری من ای سروری من ای کشوری من ای سروری من ای بخت من اقبال من ای دولت آباد من. سرودهای او که هم ژانرهای کلاسیکی رو فرا میگیرند و هم سرودهای استرادی رو از محبت به وطن، فرهنگ ملی و مهر و وفا بحث میکنند. با صدای صمیمی و طرز اجرای پرمضمون او دل هزاران شنونده را به خود جلب کرده است. در مجموع نام برده مؤلف زیاده از 100 سرود از اشعار ادبیات کلاسیکی و معاصر است. سرودهایش وصف تاجیکستان، تو را یابم، نرو نرو، رفتم به جستجویت، مادری گیتی، چشمی سریا، غمگساری من، صاحب دیلان، نصیحتنامه، تبسم، جهانی درگذر، شطرنج محبت، عمریست، گلدسته، ای سروری من، هر جا که کنم خانه بگذار تا بگیریم، ای کشوری من و سرودی ای سوربان آیستران از محبوب ترین سرودهایش بود که ورد زبان همه چرخ میزنند. ای سوربان آیستران کارام جانم میرود. خب این سرود اصلا در اصل 15 از جانب هنرمند هندوستان اجرا گردیده است. بعدا این سرود پاکستان میاد، خانم هنرمند پاکستانی این سرود رو به موسیقی اجرا میکند. بعدا این سرود رو دشتی یک هنرمند محبوبی خب ایران اجرا میکند و بعدا این سرود میاد به افغانستان. از افغانستان در یکی از چارابین‌های فرهنگی که در اونجا هنرمندان محبوبی افغانستان آقای ساربان و خیال و دیگر رو شرکت داشتند، همین سرود اجرا میگردد و همین سرود در قلب ظفر ناظم جا میگیرد و همین سرود را نونویس موسیقی را میگیرد میبرد تاجیکستان و در یکی از کنسرت هنرمندان مشترک افغانستان و تاجیکستان همین سرود را میخواند. با خواندن سرود ای سوربان غزل سعدی خیلی محبوبیتی خیلی هم زیاد پیدا میکند. سرود ای سوربان در جهان یگان کس از ظفر خوبتر خواندگی نیست. این گپی من نیست، این گپی عالمای موسیقی است. در کینوتئاتر کلان شهر مسکو خوب برآمدی هنرمندان تاجیک میشد، مثل دهه ادبیات تاجیک در همینجا برآمد میشد و بعد سرودن سرود سوربان خب شرقشناسان روس به صحنه میبرایند. از آنجا را براگینسکی به صحنه میبراید و خواهش میکند که همین سرود ای سوربان ظفر ناظم باز یک بار سراید. هر وقتی که ظفر ناظم با موسیقی سرودی ای سوربان آهستران کارا جانم میروند میخواند، براگینسکی همین را تکرار میکنند در صحنه. بسیار آوازی بسیار فاید داشتن، قوی بقوت. ما در پهلوش رو میستادیم اکنون ما را باید سری آواز میگرفتیم. وقتی که یک جایی میخوندیم آوازی خود ما را نمیشنیدیم. آوازشون بسیار آوازهای ما را پخش میکرد. 4-5 کسی که در پهلوش رو میشست آوازی اون کس همین آوازهای ما را پخش میکرد. من خودم شخصا اهمیت دادم. همون قدر همون آوازخونا مشق میکردن، سرودش مشق میکردن. وقتی که خودش خطیب همراه میشد تماما همون سرود، کالریتی همون سرود، یک گرمی، یک عجایب، یک چیز پیدا میشد. گویا که در خانه نیم تاریک یک چراغ روشن در میگرفت. بیهوده مشعل کوهستانی تاجیک نگفتیم. تلویزیون با گفتن که کدام همه حافظای نابرامدگی اگر زور باشه من استادیوم ابراهیم، استادیوم با
به فنگرام سرود میخونیم که کدامش سرود خونده میتونه گفته و هم کردن. حقیقتا آوازشون با قوت بود. آوازی همین بسیار قوی با قوتی مرغوله دار بود. پیدایش مکتب هنر خصوص سرود و موسیقی سبک عنعنوی فارسی تاجیکی در وادی رشت ریشه قدیمه دارد. هنرمندان معروف این منطقه صاحب مکتبی با رویه و اصول و مقام خاص بودند که شهرت و آوازه هنرشان تا گوشه‌های دورادور قلمروی تاجیک نشین از جمله شهرهای تاجیک نشینی بخارا و سمرقند و فرغانه و قوقند رسیده است. ستاره درخشان صنعت تاجیک ظفر ناظم نه تنها دستپروری این مکتب پرقدرت است بلکه خود نیز به پایه استادی رسیده ده‌ها شاگردان را به وای رسانید. از استاد ظفر ناظموف بسیار چیار آموختم. اون کس همی سرودی ای شاهدی قدسی که کشد بندی نقابت از حافظ، این ضربش به همون ضربی سرودهایی که استاد ظفر ناظم میخوانند به همون ضرب تغییر میگیرد. من یک ضرب دارن سرودی وای نفسی سرکش را مسخر عقل پر تدبیر کرد سگ چو شد دیوان او را میتوان زنجیر کرد. همین ضربی همین با من همین سرودی ای شاهدی قدسیه وای کردم، یعنی که ایجاد کردم. نفس سرکش را مسخر عقل پر تدبیر کرد سگ چو شد دیوان او را میتوان زنجیر کرد. کدام سروده کرمیم چی آذریانه بنا بنگل geçme güzel nerede olsan hadi tapadım yarı sana bularım yarı gelmelerim tamamen همین رنگ آذرا میخوند. یا که پگارد білید вершини молчанием строгим стремится ручей к ручью. یا که о гитара гитара به شکست همون سروده میخوند، پیشنهاد میکرد، درست پیشنهاد میکرد. بالای سروداش da کار میکرد. Hey bala bala gel geçme güzel bala bala gel geçme güzel nereden on sevsen de barım yar gel güzelim yar kalmalım gel güzelim gel yaz. در این جوان لباس‌های پدرم تازه و آزاده نگاه داشتند که هر یک تاش تاریخ خود را دارد و لباس‌های صحنوی میباشند. مثلا این جمعهشون این در کنسرت 70 سالگی پدرم به پدرم تقدیم کردیده بود. در کتفشون ما از همین جمعه پرتافته شده بود. غیر از این جمعه می باشد که به پدرم از قرقیزستان هنگام سفر هنری پدرم به پدرم تقدیم گردیده بود. اینجا باز کاستیوم هایی که پدرم به کار می رفتن و کاستیوم هایی که به چورابینی ها و جشن ها و توی ها می رفتن هر یک تاش الوهیده در اینجا نگاه داشته شده است. ما از همین کاستیوم با پدرم خیلی میزبید که تا حال بوی پدرم میکنه. доим ҳами дарзмол кардагӣ буруко ва мӯйсарпас кардагӣ доим ришват гирифтагӣ бисёр тоза мардак буданд, мардаки тозакор буданд. баъд дар вақти хӯрокхӯрӣ бисёр як маданияти хоса доштанд. ҳамин хӯрокхӯришам хушрӯ буд. ҳамн зеби медома ҳамн хона нур мегирифт, зеби маҳфил буданд, зеби маҳфилҳо. ҳамн мошин идора карданшам аҷоиб як вай зебо буд. ظفر ناظم شعر بزرگ را گرامی می داشت. بسیاری از تحلیلگران قید کردند که زیاد از 70% سرودهای اجرا کرده او غزل‌های میرزا عبدالقادر بیدیل می باشند.
به این مانند او رمزهای فلسفی شرقی را به زبان عادی و غزلهای دلنشین درآورد. به غیر از این یاد میاریم از سرودی مادری ظفر ناظم که خیلی جذاب و دلنشین و تأثیر بخش ایجاد گردیده است تا هنوز همان معروفیت و شنونده را دارا است. وقتی گفتن که من مادرم کسل بودن، من آمدم نزد مادرم گفتم که مادر من با سفری هنری میروم با وادی های تاجیکستان و یا به یگان ناحیه میروم. بعد مادر گفت کسل بودن. مادر کسل بودن، اجازه دادن گفتن که روید بچم. پسرم دعا دادن. بعدا گفت من رفتم بعد برگشتن در کنسرت من فهمیدم که مادرم از دنیا گذشته است و فوراً برگشتم. همونجا آمدم فرامدم که کوچه و ماشینا و پر همه حس کردم که مادر گذشته است. همین وقتی که از در آمدم یک بسیار آدم خوب یک زنک بود، هم به همراه مادر من اینجا کلان شدگی هم در آمدم و من دشنام داد خانه بسوزد بچه حافظه مادر رو چشم برا جان داد. همین رو در نگاه کسی که کی میاد من انتظار بود است. من دستگیر نکردم مادرم گذشته. روز مادران می شود حتما همین سرودی مادری ظفر ناظم صدا می دهد. هر سال صدا می دهد و در تمام شبکه‌های تلویزیونی خودمون صدا می دهد. یعنی این از اون شهادت میان که این سرود خیلی هم این محبوبیتی خاص دارد برای مردم. اون شب چه شبه که با تو باشم زر در بغلت نهادتن روز دل خود به تو بگویم تا شاد شوم دم غم عمرت به دام تو اسیرم ای دل بری ملکای پیروز. در سراسر جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی و کشورهای شرق علاقه‌مندان زیادی استعداد خویش را پیدا کرده بود. پس از صاحب استقلال کشور نیز هنرمندی مردمی ظفر ناظم گلی سر سبد مجلس‌ها و محفل‌ها بود. سال 2002 او صاحب جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی گردید. سال 2010 باشد قبل از برگزاری کنسرت با شکوه هنرمند بخشیده به فعالیت ایجادی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ظفر ناظم اردن ستاره پرزیدنت را تقدیم کرد.
یک نظر افکنید به تاجیکستان وطنی عزیزی من وقتی که برگزار می شود حساد هیچ نباشد در یکی از همین اکثریت هنرمندان جوان ما از ایجادیات ظفر ناظم حتما در همینجا در همین تاجیکستان وطنی عزیزی من سرودهای ظفر ناظم زمزمه میکنند. این از آن شهادت میدهد که این هنرمند ناتکرار یعنی که 100 ساله ها در دل و دیده مردم باقی میماند. آخرین کنسرتاش همون کاخ بوربادا گذشت که با دستگیری پیشوای معظم ملت محترم پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در همین با دستگیری همین مردی اصیل و دوباره احیا شد همین آدم. این آخرین کنسرت می باشد که در کاخ بورباد 70 سالگی پدرم با برادرم جاویدان و قلندر برگزار گردیده بود. از بس که با آواز زنده در اونجا برآمد میکردم و وضع سلامتیشون نه آنقدر خوبتر بود. تیاری سخت میدیدم. پدرم با اردن و مدال های زیاد مشرف گردیده است که آخرین اردن پدرم این اردن شرف می باشد. استاد کمال نصرالله یک شعر بسیار عالی نوشتن درباره استاد ظفر ناظم نوشتن که بسا دارایی گم گشت و هنر ماند، هنر چون تاج خلقی تاجور ماند. بسا نام درخشان زد غیب ولی نام درخشان ظفر ماند. یعنی که امروز نام درخشان ظفر یعنی که امروز سرود ظفر، موسیقی ظفر، صدای ظفر ناظم در قلب ملت ما مانده است. ای کشوری من، ای سروری من، ای بخت من، اقبال من، ای دولت آباد من. کنسرت آخرین چهره برجسته فرهنگ و هنر تاجیک ظفر ناظم سال 2009 یک سال قبل از وفاتش برگزار شد. نامبرده با وضع سلامتی نه آنقدر خوب نگاه نکرده همانا در صحنه مثال نامش غالب زندگی بود. 3 آگوست سال 2010 بر اثر یک بیماری طولانی در شهر دوشنبه در سن 70 سالگی رشته عمر ستاره درخشان صنعت تاجیک ظفر ناظم کنده شد. و از محبوب ترین هنرمندان صاحب مکتب تاجیک بود که صدها سراینده را به وای رسانید و یک صحیفه رنگین را در تاریخ صنعت ملی تاجیک باقی گذاشت. توانی یابد صفا این تاجیکستان، مبارک شهریار این حسن شاهی، مبارک صبح باد بدران. ای کشوری من، ای سروری من، ای کشوری من، ای سروری من، ای بخت من، اقبال من، ای دولت آزاد من.